گریختن از کمبغالی و رسیدن به راه ثروتمندی ساده نیست، اما بیشتر مردم این کار را امکان‌پذیر می‌دانند. ولی رسیدن به راه ثروتمندی همواره ممکن بوده و خواهد بود. در این برنامه 7 دلیلی که شما نمی‌توانید ثروتمند شوید معرفی خواهم کرد. اما قبل از آن خواهشمندم که زیرنویس پادکست را پخش کنید تا از نوارهای نوی ما بی‌خبر نمانید. یکم، شما به جای پیدا کردن پول به پسنداز آن بیشتر توجه میکنید. هرچند پسنداز یکی از عوامل اساسی رسیدن به ثروتمندی است، اما بیشتر مردم به جای آنکه راه‌های زیاد پیدا کردن پول توجه کنند، یک بار به پسنداز کردن پول مشغول میشوند. بهترین کار برای رسیدن به ثروتمندی این اقدام به کارهایی است که درآمدی بیشتر دارد. وقتی که درآمد شما زیاد شد، پسنداز شما نیز زیاد خواهد شد که در این صورت زودتر به هدفتان دست خواهید یافت. دوم، شما به جایی که برای خود خدمت کنید همیشه میخواهید به خدمت گرفته شوید. اگر میخواهید ثروتمند شدن، کسب و کاری را راه اندازی کرده دیگران را به خدمت گیرید. سوم، شما تا حال سرمایه گذاری نکرده اید. در این مورد تمام ثروتمندان ابراز نظر داشتن، میگویند تا زمانی که شما سرمایه گذاری نکردید کمبغل میمانید. مهم آن نیست که چقدر سرمایه گذاری میکنید، مهم اگر شما $100 هم سرمایه گذاری میکنید روزی به موفقیت خواهید رسید. چهارم، شما چیزهای را میخرید که از مبلغی که دارید در دست از آن هم ارزشش بالاتر است. بیشتر ما چیزهای را میخریم که از توان مالیمون بالاتر است و ماها سالها گرفتار قرض میمانیم. به عنوان مثال، خرید یک ماشین لوکس یا آیفونی که ارزشش خیلی بلند است. دلخوشی شما شاید از چنین چیزها یک مدت باقی ماند، ولی بعداً میفهمید که اشتباه کردید. شما می توانستید به جای ماشین یا آیفون همان مبلغ را سرمایه گذاری کنید و درآمدی 10 چند به دست بیارید. پنجم، شما بعد از ختم دانشگاه دیگر نمی آموزید. تقریبا تمام آن کسانی که دانشگاه را تمام کردند و به کار مشغول می شوند و دیگر هیچ چیز نمی آموزند. خیال می کنند که پس از 11 سال مکتب و 4 سال مکاتب عالی دانشمند شدند، ولی غافل از آنه که همه آن چیز دنیا به مثال علم و دانش در حال تغییر است. شما باید از هر یک دقیقه عمر خود استفاده نموده، یعنی فرصت را از دست نداده آموزید. ششم، اطراف شما را شخصیت‌های نامطلوب احاطه کردند. محیط یکی از دلایل تأثیرگذار برای رسیدن به راه ثروتمندی است. به عنوان مثال، شما با مردم رفت و آمد دارید که از فایده تجارت بی‌خبرند. اگر شما با افراد سر و کار داشته باشید که فکرانه ثروتمندی داشته باشند، شما هم تغییر میکنید. هفتم، شما میخواهید هر چه زودتر ثروتمند شوید. شما واقعا میخواهید ثروتمند شدن؟ عجله نکنید. نخست راه خود را درست انتخاب کرده با شوقمندی در مسیر آن حرکت کنید. راه رسیدن به ثروت طولانی تر از آن است که فکر میکنید. همیشه صبر را پیشه کنید. سپاسگزارم از آنه که نوار ما را با صبرانه تا آخر تماشا کردید. اگر ابونه‌چیان در کانال مذکور زیاد شوند، انشاءالله ما ایده های نو به نو را پیشکش شما میگردانیم. موفق و سربلند باشید. خدا حافظ.